ساعت 14 در دهه کشتودک جماعت یوری پنجکین 10 قربانی سیل اخیر خرابی آور را به خاک سپاریدند. جستجوی جسد 2 قربانی دیگر این آفت طبیعی هنوز ادامه دارد. در گروه فیسبوکی پنجکین را دوست می‌دارم از قبل ساکنان خبر دادند که جنازه های الوک شدگان را از چراگاه تابستانه که 3 کیلومتر از کشتودک دور است توسط چرخبال به دیه آوردند. در مراسم ودا با قربانیان آفت طبیعی و نماز جنازه آنها معاون اول رئیس ولایت سوخت خول حیدر، رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده، سردار کمیته حالتهای فوق‌العاده ولایت سوخت و نمایندگان دیگر اداره و کارخانه ها اشتراک کرده به پیوندان ففتیدگان تسلیت عرض نمودند. یادآور می شویم بر اثر سیل شدید نیمه دوم روز 19 ایول در دهات دشت قوزی و کشتودک جماعت یوری 12 نفر به هلاکت رسیدند. 2 زن در حدود دهه تومه آفت طبیعی شده باقی مانده در آوول به کام سیل رفتند. بنا به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 19 ایول تخمین ساعت 15:30 یک سیل عظیم در دهه دشت قوزی جماعت یوری نایه پنجکین ولایت سوخت آمد. طبق معلومات پیشکی از لایابه و ریگ و شغلی که این سیل آورد 15 خانه استقامتی قطعه های نزد افلیگی ساکنان 3 کیلومتر راه بین دیه ها ضرر دیدند. از ناپدید شدن 35 سر چاروای کلان و خرد خبر داده می شود.